حتما براتون پیش اومده دیگه. توی یه جلسه کاری، سر شام با خانواده یا دور همی با دوستاتون نشستین و دارین با هیجان یه ایده‌ای رو تعریف میکنین. بعد یهو بوم، یه تیکه تند و تیز و تحقیرآمیز از ناکجا آباد حوالتون میشه. انگار یهو وسط یه کمین اجتماعی گیر افتادین. تا حالا تو اون لحظه فلج کننده بودین که انگار زمان وای میسته، همه دارن شما رو نگاه میکنن و مغزتون قفل کرده که چی باید بگین؟ جوابشو میدین و یه دعوای درست حسابی راه میندازین، یا اون خنده زورکی رو تحویل میدین و تو دلتون هرس میخورین؟ خب، وسوسه انتقام شیرینه نه؟ ولی آخرش چی؟ فقط خستتون میکنه و شما رو تا سطح اون آدم پایین میاره. هدف واقعی رسیدن به یه آرامش تزلزل ناپذیره. میدونین بهش مثل یه جور جودوی ذهنی نگاه کنین. شما از نیروی منفی خودشون علیه خودشون استفاده میکنین. چطوری؟ با حمله کردن نه، با کنار کشیدن و اجازه دادن به این که توی تکبر خودشون زمین بخورن. خیلی خوب، بزن بریم. امروز قراره یه سیستم 4 مرحله‌ای رو با هم بررسی کنیم تا یاد بگیریم چطور با بی‌احترامی کنار بیایم. اول میفهمیم اصلا بازی چیه، بعد میریم سراغ تکنیک‌های دفاعی و در نهایت به یه جور مسئولیت کامل میرسیم. خب، بخش اول. ببینید، قبل از اینکه حرکات رو یاد بگیریم، باید استراتژی طرف مقابل رو بفهمیم. چون این بی‌احترامی‌ها معمولاً تصادفی نیستن، یه تلن که خیلی با دقت طراحی شده. وقتی یکی بهتون بی‌احترامی میکنه، معمولاً دنبال بحث منطقی نیست. داره یه کاری میکنه به اسم آزمون کنترل. یعنی چی؟ یعنی یه قلاب میندازه. یه توهین. فقط برای اینکه ببینه شما به قلاب گیر میکنین یا نه. این یه قانون طلاییه، یادتون باشه. لحظه‌ای که از کوره در میرید، باختید. کنترل رو 2 دستی تقدیم کردید. عصبانیت شما برای اونها مثل یه مدال طلاست. انگار دارین داد میزنین. آره، تو تونستی منو به هم بریزی. خب، حواستون به این 3 تله اصلی باشه. اولی طعمه عاطفیه. یه چیزی میگن که خونتون به جوش بیاد. دومی تله توجیهه. مجبورتون میکنن از خودتون دفاع کنین. انگار شما مقصرین. و سومی که از همه بدتره، وادارتون میکنن به شوخی که با خودتون شده بخندین. یعنی عملاً دارین اون بی‌احترامی رو تایید میکنین. خیلی خوب، تا اینجا تئوری بود. حالا بریم سراغ بخش عملی. وقتشه مسلح بشیم. قراره 3 سطح دفاعی رو با هم یاد بگیریم. از ساده شروع میکنیم و لول اپ میکنیم. سطح اول، لبخند سرد و تغییر مسیر. این اولین و ساده ترین سپر دفاعی شماست. اصلا نیازی به حرف زدنم نداره. فرض کنین یکی بهتون میگه تو هم که کلاً دوست داری در مورد چیزایی که سر در نمیاری حرف بزنی. واکنش غریزی چیه؟ دفاع کردن، عصبانی شدن، توضیح دادن. ولی شما مقاومت میکنین. به جاش چیکار میکنین؟ از لبخند سرد استفاده میکنین. یه لبخند خیلی کوچولو، تقریبا نامرئی، آروم ولی ویرانگر. یه نگاه بهش میندازین، یه مکث کوتاه و بعد کلاً مسیر رو عوض میکنین. انگار اصلا هیچی نشنیدین یا روتون رو میکنین به یکی دیگه و یه سوال بی ربط میپرسین. پیامی که میفرستین اینه: تلاشت برای به هم ریختن من اونقدر بی ارزشه که حتی جوابم نمیدم. خب، بعضی وقتا نادیده گرفتن جواب نمیده. طرف ولکن نیست. اینجا باید بریم سطح 2، مرزگذاری. یه مرز مشخص ولی کاملاً آروم و بدون عصبانیت. نکتهش اینه که باید ظریف عمل کنین. جلوی همه این کارو نمی‌کنین. بعداً توی موقعیت آرومتر، خصوصی، میرید پیشش با یه لحن آروم ولی محکم میگین: ببین، من از شوخی در مورد کارم خوشم نمیاد. لطفاً دیگه تکرارش نکن. دقت کنین، شما اجازه نمیگیرین. شما دارین یه قانون رو اعلام میکنین. و حالا میرسیم به قوی ترین حرکت. وقتی یکی مرزهای شما رو نادیده میگیره، باید یادتون باشه که حضور شما یه امتیازه، نه یه حق مسلم. لازم نیست چیزی بگین یا صحنه رو به هم بریزین. نه، خیلی شیک نوشیدنیتون رو تموم میکنین، یه عذرخواهی کوتاه میکنین و میرین. این حرکت بدون هیچ درگیری اوج عزت نفسه. پیامش واضحه: احترامی که برای خودم قائلم از بودن با تو خیلی بیشتره. خب، تا اینجا تکنیک‌های دفاعی رو یاد گرفتیم. عالیه. اما لول آخر، یعنی مرحله استادی، دیگه داشتن سپر نیست. مسئولیت کامله. اینجا باید نگاهمون رو کلاً به قضیه عوض کنیم. و این همون نکته کلیدیه.
گوش کنین. وقتی یکی به شما توهین میکنه، اون حرفا در مورد شما نیست، داره در مورد خودش حرف میزنه. توهینش یه جور اعترافه، داره ناامنی‌ها، ترس‌ها و آشفتگی‌های درون خودش رو فریاد میزنه. حرفاش مثل یه آینه است که فقط خودش رو نشون میده، نه شما رو. به این مثالای نگاه بندازین. کسی که جاه طلبی شما رو مسخره میکنه، در واقع داره اعتراف میکنه که خودش با آرزوهای برآورده نشدش درگیره. یا اون کسی که بهتون میگه چرا انقدر ساکتی؟ داره میگه سکوت تا باعث میشه من با فکرای خودم تنها بشم و این معذبم میکنه. وقتی اینو واقعاً یعنی با تمام وجودتون درک کنین، بازی برای همیشه عوض میشه. توهین اون آدم دیگه یه سلاح نیست که به سمت شما نشونه رفته. برعکس، یه هدیه است، یه فرصته که شخصیت ناقص اونو ببینین. شما دیگه هدف نیستین، شما فقط یه ناظرین. خب، بیاین همه چیزو جمع‌بندی کنیم. ما از یه هدف آسیب‌پذیر تبدیل شدیم به یه ناظر و فهمیدیم که این دعوا از اولم اصلاً ربطی به ما نداشته. پیروزی واقعی این نیست که طرف مقابل رو شکست بدین. پیروزی واقعی اینه که نظر اون آدم براتون کاملاً بی اهمیت بشه. قدرت واقعی بردن دعوا نیست. اون آرامشیه که وقتی میفهمین اصلاً دعوایی در کار نبوده به دست میارین. پس دفعه بعدی که یکی خواست بهتون بی احترامی کنه، از خودتون بپرسین نکنه این جنگ اصلا مال من نیست؟ فقط همین یه سوال، همین یه تغییر دیدگاه همه چیز رو عوض میکنه.